فرید هستم از ایران. سلام علیکم. من یه شبی نشسته بودم شبکه شما میدیدم، یه دفعه ذهنم حضرت موسی و فرعون اومد که فرعون خیلی سعی کرد موسی پیدا نشه، مردم رو ترور کرد، بچه ها رو کشت، اما الله موسی رو پیدا کرد و برد داخل خانه فرعون پرورش. و ایران، علمای ایران، شیعه ها خیلی سعی کردن که علمای سنی نشان خدای نکنه حق کنن اینطور در پوشتن، اما الله به وسیله محاولات علمای سنی مونده تو خونه های شیعه ها. یعنی این حرکات فرعون و حضرت موسی، یعنی الان بار که الله داره اتمام حجت میکنه، یعنی پیام میرسونه و بعد از پیام در هر قومی عذاب بوده. و نصیحتم این از شیعه ها که متوجه باشن، بیدار باشن و در عذاب وقتی که عذاب بیاد دیگه اون موقع افسوس که افسوس سودی نداره. از اینکه حرفم خیلی ممنونم. خدا. با سلام و درود فراوان بر مؤمنان وصال حق. زندگی بر دو نیمه است، نیمه اول در آرزوی نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول. قلبم را با کارد بران محبت می شکافم و قطره از خون خود را درون قایق کوچکی کرده و برایت به عنوان سلام می فرستم آقای انصاری. امیدوارم که این سلام گرم و مخلصانه این حقیر را از جزوه‌های قلبت پذیرا بوده باشی. گل را به خاطر زیباییش و بهار را به خاطر بویش و تو را به خاطر عشق پاکی که نسبت به دین اسلام داری دوست دارم. سلام به زلالی‌های هواهای عشق، اشکی که در فراق یار از دیدگاه رنجوری با آه و ناله فرو می‌ریزد. سلام بر آن چهره زیبایت که لحظه به لحظه موجب دلبستگی می‌شود. سلام که آن مایه سلامتی شما و لی آن مایه لیاقت و لطف شما و می آن مایه مهر و محبت شما می باشد. از دور دست گلی برایت می فرستم، نامش سلام، بویش سلامتی و پیغامش دوری از وجود مبارکتان می باشد. آقای انصاری، امیدوارم که حالت خوب باشد و هیچگاه گرد و غبار غم بر چهره زیبایت ننشسته و کشتی آرزوهایت در ساحل خوشبختی لنگر نه اندازه و آسمان قشنگ قلب خالی از هر گونه ستاره غم و اندوهی باشد و لبت آشیانه زده و دلت پر از صفا و محبت و صمیمیت باشد. فقط غم و دوری از توست که ما را به شدت آزار و اذیت می کند. آقای انصاری، ای کاش قدری اشکی بودم تا از سرچشمه نرگس چشمایت به سوی رخسار گونه های در جهت غنچه لبانت سرازیر می شدم و ای کاش قدری شب نمی بودم تا در دم صبحگاهان بر تار موهایت بوسه می زدم و ای کاش یک خطاط بودم تا با خطی بزرگ این جمله را می نوشتم: در قلب منی، در جوانی تا توانی بگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار تنها به جانت می زند، یار بد بدتر بر جان و مالت می زند. من از برنامه خوب شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. من خورشید هستم از ایران. با سپاس و تشکر فراوان. خدا حافظ.